اساسیاسیای آسیای مرکزی و پارلمانی اتحادیه اروپا یک قطار فعالان حقوق سیاسی و انسان از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان را برای ملاقات مخصوص بخشیده به وضع اجتماعی سیاسی در آسیای مرکزی به همایش بین المللی اروپا و آسیای مرکزی به شهر بریوسل دعوت نمود. در این همایش دورنمای همگرایی منطقوی، کمونیکاسیا و دیگر مسائل مناسبت‌ها از آسیای مرکزی با جهان بیرونی بررسی خواهند شد. این همایش اساساً به مشکل‌های حقوق انسان در هر یک کشور منطقه اهمیت دخل نموده درباره مشکل‌های حقوق و آزادی‌های انسان، نقض قانون‌ها، فشار و تضییق‌ها بالای شهروندان، سمینار و مشورت‌های مخصوص گذرانیده خواهند شد. این همایش سنه 25 ینور آغاز شده تا سنه 29 ماه جاری دوام خواهد کرد. طبق برنامه این همایش بین المللی ملاقات با هیئت پارلمانی اروپا و اعضای هیئت وکیلان پارلمانی اروپا عاید به همکاری با کشورهای آسیای مرکزی خواهد شد. مورد به ذکر است که در حاشیه این همایش مصاحبه با کمیسر وکالتدار کمیسیای اروپا، کنفرانس در اداره کمیسر کمیسیای اروپایی عاید به رابطه‌های خارجی سیاسی، ملاقات با نماینده‌های مخصوص کمیسیای اروپا عاید به آسیای مرکزی برپا خواهد شد. به تمام اشتراکداران حجت مخصوصی سریسینگی عضو پارلمان اتحادیه اروپا داده شده است که تا روز تمام شدن این همایش برای وارد شدن به بنای پارلمان اتحادیه اروپا استفاده خواهند کرد. در این همایش تاجیکستان را معاون راهبر انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان صابر ولیف، حقوقشناس معروف خانم فیض‌نسا واحدова و پروفسور دکتر علوم حقوقشناسی شاکر جان حکیموف نمایندگی دارند. در این موضوع ما صحبت داشتیم با خانم فیض‌نسا واحدова. امروز میدانند وکیلان پارلمانی اروپا که در کشورهای آسیای مرکزی مسائل اکستریمیسم و تروریسم نگرانی کننده است و امروز آنها میخواهند بفهمند که تا چه اندازه آن مبلغ‌هایی که برای مبارزه علیه اکستریمیسم و تروریسم از جانب انستیتوت‌های بزرگی گوییم دنیا جدا می شود مقصدناک استفاده می شوند و آیا شخص بیگناه به جوابگری جنایتی کشیده نشده است و یا اینکه واقعا همین مبلغ ها برای مبارزه علیه تروریسم استفاده شده اند یا نه. آنها امروز از وضع کنونی کشورهای آسیای مرکزی و علل خصوص درباره تاجیکستان خیلی اطلاعات دارند، شاید از ما بیشتر اطلاعات دارند در آن خصوص که امروز مشکل رقم یک این سرکوب کردن مخالفین، رعایت نشدن حقوق انسان و همچنین با بهانه مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم و جوابگری جنایتی کشیدن شخصان بیگناه، یعنی علاقه آنها از ما بیشتر اطلاعات دارند.